کسی که از بندگان خدا دروازه خانه را کشاده میکند، وارد خانه میشود و چیکار میکند؟ اولین سخنی که از زبان او میبراید در خانه در میگشاید که زن و فرزندها در داخل خانه میگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با این یک سلام خدا میگوید که من ضامن این بنده که در دنیا رزقشم میرسانم و فردای قیامت وارد جنتش میگردانم. ببین چقدر کاری آسان. حضرت انس میگوید پیغمبر خدا مرا گفت، انس گفت ای فرزند من، از من بر تو یک نصیحت این است که وقتی خانت دکی داخل شدی چیکار کن؟ السلام علیکم و رحمت الله بگو به اهل خانواده. وقتی این سلام که تو دادی برای تو برکت می شود در عمر تو و برای خانواده تو برکت می شود از این یک سلامی که تو در وارد خانه خود دادی، با زن و با فرزند خود سلام دادی.